سلام به بیننده‌های عزیز. مهدی چقاکبودی هستم. متولد سال 1355 در کرمانشاه متولد شدم. همکنونم در کرمانشاه زندگی میکنم. من کار هنریمو حدوداً 10 سال میشه شروع کردم. اوایل کار خیلی علاقه داشتم. بعد از اینکه در امتحان کنکور دانشگاه قبول نشدم، واقعا به کار خوانندگی و نوازندگی علاقه زیادی پیدا کردم. در واقع بگم من هم خواننده هستم هم نوازنده کیبورد. اولین کار حرفه‌ای که واقعا نمیشه حرفه‌ای اسمشو گذاشت، حدوداً 5 سال پیش با آهنگ کردی هایدکوره و آهنگ فارسی فقط خودت. من حقیقت بگم خیلی کلیپامو دوست دارم، با کلیپام زندگی کردم. در حال حاضر 17 تا من کلیپ ساختم تا حالا. در این مسیر هنری که من 17 کلیپ انجام دادم، خانوادم واقعا مشتاق کارام بودن، اسپانسر نداشتم. من کلیپامو چون واقعا ایرانو خیلی دوست دارم، ایران خیلی عزیزه برام، در اقصا نقاط جای دیدنی ایران کلیپ ساختم. چون جای دیدنی زیادی رفتم، تشخیص دادم که با زبونهای مختلف بخونم برد کار بیشتره. من زبون بندری دارم، زبون فارسی دارم، زبون سورانی دارم، زبون کلهوری کرمانشاهی هم دارم. در واقع من 4 زبون مختلف تو کلیپام انجام دادم. اولین کسی که تشویق کرد صدام خوبه، واقعا ممنونشون هستم، خانواده‌ام هستن. از همینجا سلام گرم خدمت خانواده‌ام دارم. کار جدیدی که آوردم خدمت شما امشب معرفی کنم، یه آهنگ رپ کردیه، یه آهنگم به زبون کرمانشاهیه. آهنگ رپ 0831. رپ 0831 همون رپ کردی میشه. 0831 کد شهر کرمانشاهه. شعرش از دوست عزیزم آقای احسان بهرامیه، آهنگساز و تنظیمش آقای آرش فشی، صدابردار استودیو تکنیک آقای صادق جلیلیان، کارگردان عزیزم آقای بهرام جلیلیان. واقعا سنگ تمام گذاشتن، دستش در نکنه. جا داره از اینجا یه سری عوامل من خدمت شما معرفی کنم. کلیپ رپ کردی در یک شهرک آزمایش در کرمانشاه فیلم برداری شده، در قبرستان ماشین‌های خارجی و ایرانی. از همینجا از حاجی آقا کرانی و آقای کریمی تشکر و قدردانی فراوان دارم. کسانی که منو در این کلیپ یاری دادن، دوست عزیزم آقای دیجی عباس هستن. از همینجا واقعا نقش اول کلیپ رو با من بازی کردن، دستش در نکنه. آقا نیما، آقا سامان و آقا میلاد از این دیگه هستن که در این کلیپ با من همکاری داشتن. خب سورپرایزی که میخوام در مورد رپ کردی براتون توضیح بدم. واقعا وقتی که تصمیم گرفتم تو آهنگ رپ کردی یک تنوع، یه چیز تازه به بیننده‌های عزیز نشون بدم، فکر کردم که بازی با یک مار پیتون که واقعا یک مار گوشتخواره است خیلی جالب و دیدنی باشه. اول روزی که رفتم با صاحب مار صحبت کردم خیلی ترسیده بودم. واقعا شما در نظر بگیر یک مار پیتون با وزن 40 کیلوگرم دور کمر آدم بپیچه، چه وزنی رو آدم باید تحمل کنه. دستش در نکنه آقای شرفی واقعا کمک کردن. من از دوستان هستم که در مشهد داخل سیرک کار میکنم. تماس تلفنی که با ایشون داشتم واقعا قبول کردن و مارشون آوردن که در کلیپ رپ کردی ازشون استفاده بکنیم. واقعا من با کلیپام زندم. از همینجا بهتون میگم که واقعا ریسک به خاطر یک کلیپ، یه آهنگ با یه مار پیتون وحشی بخوای شوخی کنی یا دیگه فیلم بگیری. آهنگ رپ کردی رو تقدیم میکنم به تمامی ایرانی عزیز، تمام بیننده‌های شبکه و کسایی که واقعا طرفدار آهنگای کردی هستن.
موسیقی هماهنگ. خواننده محبوب چرکن لدست بیکارم من خوردن زهر مارم یک کاری آزارم بی مساکلت نشان اشاره Rum shaker, for your flow, for your mix. Rum shaker, increase the pressure. Yeah, man, you played yourself. Now check it. What's it all about? چقا کبودی ارگجنی نامالادی مشکه جنم آهنگین کردی کتم سبک شرقی آخر سر وپی میشن لوتی برقی کاربارم کساد بیا بازار نیه گروه کس فر بیا تقصیر کیه الان خودی هر کلام کنیدش بوده خواننده و پا نید بانتش یارو فیکه کشی یاد و ارگجنم نان خوشکا فروش و جوانم بخوانم تیپ موسیقی دانه ارای خویان هیچ از قبول نرندی فقط خویان چپکن لدست بیکاره من خوردن زهر ماره یک کاری آزاره بی مساکلت نشان اشاره مردم فکر کن خوانندگی دی خوبه هر کس باید نو ای کاره و نو مردم محبوبه خالو نو خاص جدن القسمان قشه خانی نو پس و نو میگان برگو مرگو نتومتو کمی حالی بود توی بوده خواننده مشهور بود یه برهان نصر چورا کلی سلطا ایواره برسم نرسیده وی خواره دنم اللي قرن اینیه چاره کورا نیه چاره چپکن لدست بیکاره من خوردن زهر ماره یک کاری آزاره بی مساکلت نشان اشاره Come on, man, break it down one time. Yo, bring me that bass, fooling you know. We got the steel to feel, I don't kill, but I chill. Here we go, y'all, here we go, damn. Fooling you know, schooling you, yes. Let's go, y'all, push the tempo. Let's go, y'all, push the tempo, push the tempo. Throw your hands up. دیل مشهور پیل روشنن آمپلیفایر نان الا میکسر سنن تازه ترین ماشینین مدو روز دارن بهترین نوازنده بازار گرن بعضی گیان که دو روز مشهور بون چوا سالان یکن دی مغرور بون کفن نو دم دید و زوی کور بون اصلا وچن گانگم الانشون جون چپکن لدست بیکاره من خوردن زهر ماره یک کاری آزاره بی مساکلت نشان اشاره لسدن خوی فر رازیه لله خوی فکر رزازیه مردمشون خواننده نان آنها نارون خوار نرم بدبختین خوان آنها نارون فلافلی وکسی کوپن فروش ملالیل روی دار کمی چموش بشین الان خوانیم تا خون باید جوش میدی خواننده دی نکن فراموش میدی خواننده دی نکن فراموش چپکن لدست بیکاره من خوردن زهر ماره یک کاری آزاره بی مساکلت نشان اشاره
کلیپ دوم که میخوام معرفی کنم خدمت شما آهنگ نازیه. نازی نازی کاشکی دلم رازی بکی که قرار بیگرده دلم بازی بکی. نازی نازی کاشکی دلم رازی بکی که قرار بیگرده دلم بازی بکی. آهنگ نازی شعرش آقای فرهاد آزادی گفته، آهنگساز آقای آرش فشی، صدابردار عزیزم آقای صادق جلیلان. سر بکشن و دل من گوش بگر و مشکل من و هرچه گل تری بیشپیم که دوستم داری. کارگردان عزیزم آقای بهمن شکوری بودن. واقعا آقا بهمن دستش در نکنه، خیلی زحمت افتاد. فیلمبرداری ما قسمت اولش در مازندران، دو شهر نور و نمک آبروده. مهدی رپ کردی حالا گوش کن ناز چومه خورد خومه نازی ناز من نقم ساز من نازی بلا نازی ناغلا نازی گیان من نازی زندگی نازی نفسم نازی کشکسم نازی تک تک نازی عروسک. از عزیزانی که ما رو در این کلیپ یاری فرمودن، حاجی سعید واقعا دستش در نکنه، واقعا حاجی سعید خیلی به من کمک کردن. بچه های کافی شاپ باران، نازی تو عزیزه دل عاشقمه عشق تو عزیزم فقط لایقمه. نازی تو عزیزه دل عاشقمه عشق تو عزیزم فقط لایقمه. یه روش تو اگردم خاصی روش تو مهدی یا ناسی و چه ساز تو برقصم یه روش بد و یه روش خاصی. کافی شاپو در خدمت ما قرار دادن. آقای احمدم واقعا دستش در نکنه، در منطقه ساحلی ویلاشون ما تونستیم واقعا راحت فیلم بگیریم. بازیگرایی که در کلیپ نازی با من همکاری داشتن، خانم پارمیدا رسولی از مازندران دستش در نکنه، از همینجا از خانواده‌اش هم تشکر میکنم. دو عزیز خرسالی که در کلیپ نازی واقعا با رقص خودشون کلیپو خیلی قشنگ و جالب کردن، نگین کوچولو و خانم بهناز دستشون در نکنه، واقعا زحمت کشیدن. در بکشن و دل من گوش بگر و مشکل من و هرچه گل تری بیشپیم که دوستم داری. نازی نازی کاشکی دلم رازی بکی که قرار بیگرده دلم بازی بکی. نازی نازی کاشکی دلم رازی بکی که قرار بیگرده دلم بازی بکی. سبک کارم من پاپ کار میکنم. من خواننده‌ای که دوست دارم واقعا آقای نریمان، مهدی مقدم، آقای رضا صادقی و آقای شادمهر. دوست عزیز همشهریم، واقعا هنرمنده، آقای حسام لورنژاد. سبک موسیقی سنتی واقعا نشان دهنده قدمت و تاریخ کهن موسیقی ایرانه. واقعا ما باید به موسیقی سنتی افتخار بکنیم. از بین خواننده‌های سنتی استاد شجریان و استاد ناظری رو واقعا دوست دارم. آهنگ زنده معمولا خواننده ها تا این سال ازشون میگم زنده امکان نداره، ولی من یه تیکه از آهنگ نازی رو براتون میخونم، انشالله که باب دلتون باشه. نازی نازی کاشکی دلم رازی بکی که قرار بیگرده دلم بازی بکی. یه روش تو اگردم خاصی روش تر مهدی یا ناسی چبی او قلو قراره چبی او گش انتظاره و تیدن بینی شلانتیم زوتیم ملا دواره زوتیم ملا دواره. سر بکیشن و دلمه گوش بگر و مشکلمه و هرچه گل تری بیشپیم که دوستم داری و هرچه گل تری بیشپیم که دوستم داری. تقدیم به شما. تشکر. واقعا کلیپ های آخری که ساختم واقعا خیلی
سخت و دشوار بود. در رپ کردی تدارکات ما آقای بهادر نوربخش بودن. آقا پیمان داداشم خیلی زحمت کشن، دستش در نکنه. واقعا جا داره از عزیزی که همیشه پشت صحنه هستن، پشت دوربین هستن. دوست عزیزم کارگردان آقای غلامرضا خسروی کمال تشکر و قدردانی داشته باشم و ریاست محترم شبکه PDF که واقعا این وقت رو در اختیار ما میذاره که خودمون رو به بیننده‌های عزیز شبکه معرفی کنیم. آرزوی خوشبختی و پیروزی برای ورزشکارای عزیزی که در المپیک 2008 پکن شرکت کردن. ما عزیزان رو خیلی دوست داریم، نماینده ایران هستن. اگه مدال بیارن یا نیارن برای ما عزیزن. انشالله که با دست پر و مدالای طلایی به ایران عزیز برگردن. در پایان حرفی ندارم. خسته نباشید به همه عزیزان میگم. وقت بخیر.